8 صبح کارگر با لباس کارش وارد سوپرمارکت میشه. همه دیدیم یه بطری شیر برمیداره، قیمتش رو نگاه میکنه میذاره سر جاش. یه شیر کوچیکتر برمیداره، قیمتش رو نگاه میکنه میذاره سر جاش. کوچیکترین بیسکویت رو برمیداره، با خودش حساب کتاب میکنه میذاره سر جاش. آروم از اون کنار میره بیرون. شاید بعضیا نتونن درک کنن، ولی واقعیت اینه که حساب کتابش جور در نمیاد. اصلا بقیه هیچی. تکلیف این یه نفر چیه؟ شغلش سخت‌ترین کار جهانه؟ نباید یه منطقی باشه بین درآمد و خورد و خوراکش. گرونی اتفاقاً پولدارا رو پولدارتر میکنه. گرونی ته جیب فقرا رو سرازیر میکنه تو جیب سرمایه‌دارها. خیلی ها قیمت اقلام ضروری زندگی رو نمیدونن، میرن تو مغازه کارت میکشن میان بیرون. اون کارگر است که قیمت ها رو نگاه میکنه میره بیرون. تکلیف اون اگه معلوم کنین اصلا با بقیهش کار نداریم. با این فرمونی که داریم میریم دیگه حذف 3 تا 0 از پول ملی هم مشکلی رو حل نمیکنه. باید آدم‌های 0 رو حذف کنیم، اونایی که ورودیشون میلیارده و خروجیشون 0. اونا رو اگه حذف کنیم خیلی چیزا درست میشه.